تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان در برنامه اخباری آزادی. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 22 آگوست است. نظر به چند گزارشی برنامه. پارلمان تاجیکستان فرمان پرزیدنت برای تعیین کردن معاون اول رئیس بانک ملی را بررسی می‌کند. فردوس طالبزاده به جای جمال‌الدین نورعلیف داماد پرزیدنت به این وظیفه تعیین شده است. جاندارشاه یا بیگ محمد، مقامات تاجیک یک ساکن 49 ساله دوشنبه را از شهروندی تاجیکستان محروم و به افغانستان اخراج کردند. در قزاقستان قیمت خانه باز هم بالا رفته است. مردم عادی میگویند آرزوی خریدن خانه را از سر دور میکنند. حالا نرخی همه چی بالا رفته است. ثروتمندان بویتر میشوند و کمبغل‌ها باز هم نادارتر. شورای مجلس نمایندگان تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در جلسه آینده نامزدی فردوس طالبزاده به مقام معاون اول رئیس بانک ملی بررسی شود. جلسه شورا امروز در دوشنبه برگزار شده است. فردوس طالبزاده به جای جمال‌الدین نورعلیزاده داماد رئیس جمهور امامعلی رحمان به این مقام تعیین شده است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان او را روز 10 میون از مقامش برکنار کرد. سبب برکناری گذاشتن به کار دیگر گفته شده است، ولی با گذشت بیش از 2 ماه هنوز منصب نوی او معرفی نشده است. در صورت رد شدن نامزدی یک منصبدار در پارلمان با وجود فرمان پرزیدنت او امکان کار نخواهد داشت. در تاجیکستان هیچگاه پارلمان فرمان پرزیدنت را رد نکرده است. ادامه برنامه. مقامات یک ساکن 49 ساله دوشنبه را از شهروندی تاجیکستان محروم کردند و امر دادند که به افغانستان رانده شود. مقامات میگویند این مرد میرزاگل جانشاه شهروند افغانستان است که سالهای جنگ شهروندی به تاجیکستان آمده و با سندهای تقلبی صاحب شهروندی تاجیکستان شده است. خودش میگوید او بیگ محمد دولتف است و در تاجیکستان تولد شده است. علیشیر ظریفی و براد یوسفی قصه بحث برانگیز این مرد را پیگیری کردند. مقامات تاجیکستان یک مرد 49 ساله را که به گفته خودش نزدیک 30 سال در این کشور زندگی دارد دوباره به افغانستان اخراج کردند. این مرد خود را بیگ محمد دولتوف شهروند تاجیکستان، اما مقامات تاجیکستان او را اصلیشاه میرزاگل جاندارشاه نام میبرند. مقامات میگویند او در سالهای 90 غیرقانونی مرز افغانستان و تاجیکستان را عبور کرده در تاجیکستان با کمک نفر شناسنامه تقلبی دریافت کرده است، چیزی که این مرد در یک صحبت با آزادی یک روز قبل از اخراجش رد کرده بود. من در جامعه تاجیکستان در آبشیزهای گیپرازین زندگی میکردم. قطعی آدم های یک چند سال 8 سال 9 سال 10 سال در روی ما زندگی میکردم. باز کوارتیران بودیم، قطعی زن منه در زرافشان بودیم. اینا دست کمینت فردوس ریش میگفتن که ای دنگره بود. در خونه ما چند وقت یک سال قریب زندگی کردیم. از سال 99 که نمیم خونه ما زندگی میکنیم. بیگ محمد یا اصلیشاه با خانم نوربیبی نعمتова ازدواج کرده است و صاحب 6 فرزند شده است که حالا تنها 2 فرزندشان در حیات است. وقتی که ما خونه دار شدیم 96 سال همین نام همین فامیلیا بود. ما همین دولت بیگ محمد بود. پاسپورت داشت. اینا 3 سال زندگی کردیم. 96 99 سال خونه را گرفتیم. این خونه در نامش کردیم. با این 10,000 با کودک دختر، این دخترم 10,000 با 2004 با دختر دارم. از سال 1992 اسناد زیادی دارد که شخصیت او را چون بیگ محمد دولتوف تصدیق میکند. حتی میگوید در ارتش تاجیکستان خدمت کرده و زخمی هم شده است. مقامات در سال 2019 این مرد را با جرم ساختکاری حجت‌ها، یعنی از راه تقلبی دریافت شناسنامه تاجیکستان به مدت 2 سال محکوم به زندان کرده، بعداً به قول خودش به افغانستان اخراج کردند. در افغانستان یگان کس نیافت بیچاره. همخی گشت در بین الملل ایستاد با داکیومنتش کردن، با همون فامیل را گرفتن با داکیومنتش کردن برایش کردن. او پس از دریافت سندهایی که شهروند این کشور بودنش را تصدیق نمی‌کند، دیگر بار به تاجیکستان آمده است. با گفته حقوقشناسان اخراج پس از نزدیک به 30 سال زندگی در تاجیکستان و با شهروند تاجیکستان خانه‌دار و فرزنددار شدن زمینه برای دریافت شهروندی تاجیکستان با طریق ساده کرده میباشد.
پس چرا مقامات در طول این سالها تقلب بودن اسناد این مرد را آشکار نکردند؟ در تاجیکستان حالا بیشتر از 10,000 پناهنده افغانستانی حضور دارند که قسمت سالهای پیش و قسمت دیگر پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان به تاجیکستان فرار کردند. و خبری از قرقیزستان که مثل تاجیکستان در روسیه صدها هزار مهاجر دارد. پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف به وزارت کارهای خارجی، وزارت حالتهای فوق‌العاده و مأموریت فرودگاه‌های این کشور دستور داد که جسد 14 شهروند فوتیده را از منطقه اولیانوسک روسیه به قرقیزستان انتقال دهند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. 21 اوگوست بر اثر برخوردن اتوبوس با ماشین بارکش در اولیانوفسک روسیه 16 نفر از جمله 2 شهروند روسیه و 14 شهروند قرقیزستان هلاک شدند. 2 مرد و 1 زن قرقیز جراحت برداشتند و به شفاخانه انتقال یافتند. روز دوشنبه پرزیدنت قرقیزستان به خویش و اقربای فوتیدگان اظهار همدردی کرد و به یاد قربانی‌های این فاجعه 23 اوگوست را در قرقیزستان روز ماتم ملی اعلان کرد. خدمات نجات میگوید اتوبوس خرد مهاجران در بین 2 ماشین بارکش مانده است. قربانیچبک ارکینجانلولو جیان یکی از مردان مجروح شده میگوید مهاجران قرقیز در 2 ماشین عازم مرزی روسیه با قزاقستان بودند. راه تعمیر میشد و آنها منتظر باز شدن آن بودند، ولی همین لحظه ماشین بارکش از عقب به اتوبوس مسافربری مهاجران قرقیز برخورده است. ارکینجانلولو افزود که بر اساس قانون‌های روسیه مهاجران کاری جهت نو کردن مجوز کار و حق اقامت در این کشور مجبورند که بعد از مدت معین از روسیه خارج شوند و برگردند. ادامه برنامه. بنیاد باغ خوج با دستور پرزیدنت در ناحیه مومن‌آباد بحث برانگیز شده است. چند سال پیش امامعلی رحمان پرزیدنت کشور هنگام سفرش به این ناحیه به جنگلبانها سفارش داده بوده است که باغ خوج بنیاد کنند. پس از بنیاد باغ رئیس ناحیه در پی اعتراض دادستان آن را غیر قانونی دانسته قرارش را بیکار کرده است. همکارم محمود جان رحمتزاده تفصیلات بیشتر دارد. در این خارزار جنگلبان‌های مومن‌آباد 1 سال پیش با دستور پرزیدنت باغ خوج بنیاد کرده اند. این نوار هنگام شنانیدن خوج گرفته شده است. در بنیاد باغ تمامی مقامداران اشتراک داشتند، اما پس از 1 سال زمین باغ باعث بحث شده است. باغ خوج 1 سال پیش در 5 هکتار زمین بنیاد شده بود. باغ امروز به خارزار تبدیل یافته است. برای بنیاد باغ خوج خود رئیس ناحیه مومن‌آباد لطفی شریفزاده قرار صادر کرده است. بعد اعتراض دادستان منطقه کلاب از بالای قرار لطفی شریفزاده خود رئیس قرارش را بیکار کرده است. او اعتراض پرکتور منطقه تشکیل بود. سببی که در همون موضعی که فوتبال شدگی بود ساختمانی خودسرانه. حالا مقامات سبب را در اعتراض دادستان و ساختمانی غیرقانونی عنوان می‌کند. این یک ساختمانی است که باید آبانبار برای باغ خوج میشد. بعد بحث و بررسی آبانبار قسماً تخریب شده است. سرمعمار ناحیه میگوید یک سبب دیگری بیکار شدن قرار در آن است که خوج باغ در زمین فرودگاه بوده است. در پونت‌های آخری قرار در برای ساختن انبارخانه بوده باشگاه صحرایی و خوش کردنی امکیز همینجا وقتی که گپ درباره به حالت اوله که می‌رود باشگاه صحرایی در ساختمان اساسی کردن ممکن نیست. سبب اساسی به حالت اوله برگرداندنش همین است. اما در جای خوج باغ از فرودگاه خبری نیست. تا شنانیدن خوج این مکان سنگزار بوده است. بعد دستور پرزیدنت در این مکان شنانیدن خوج را آغاز نموده اند. این نهال میوه خوج است که همگی چند دانه خوج گرفته است. سال 2021 پرزیدنت تاجیکستان به جنگلبانها سفارش داده بود که باغ خوج بنیاد کنند. الکی در ناحیه مومن‌آباد یک باغ خوج بنیاد شده است. جنگلبانها میگویند که دیگر نمیدانند دستور پرزیدنت را چگونه اجرا کنند. رهبریت جنگل میگوید که برای پرره خشک نشدن خوج آنها با ماشین آبدهی را به راه مانده اند. با گفته جنگلبانها با این وسیله قرار است خوج‌های شنانیده اشان را از اینجا به دیگر مکان برند. در جنگل‌های مومن‌آباد 10 هکتار خوج باغ نو بنیاد یافته، حالا 5 هکتار آن باعث بحث شده است.
ادامه برنامه با گزارشی از قزاقستان. در قزاقستان نرخ خانه تا رفت بالا می رود. سال روان نرخ هر متر مربع در تمام منطقه های کشور زیاد شد. بیشتر از همه بالاروی نرخ در الماتا، نورسلطان و قزلدره مشاهده شده است. همین گونه عملی شوی آرزوی هزارها قزاقستانی برای صاحب شدن به منزل شخصی خود باز هم کمتر شده است. همکارم زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. بنا به پژوهش اینستیتوت سیاست جمعیتی تقریباً 37% اهالی قزاقستان بی خانه بودند. شماری آنهایی هم که توان خریدن خانه را ندارند تا رفت بیشتر می شود. سبب اصلی نرخ گران منزل است که امسال بیش از 40% بالا رفت. نرخ خانه در بناهای نو سالانه در اقتپه بیش از 32%، شهر نورسلطان قریب 28% و اوستکامنگورسک 26% زیاد شده است. ارزش خانه های کهنه در قزلدره 44%، اوستکامنگورسک 43%، تالدقرغان 43% و نورسلطان 41% بالا رفته است. با رقم بیوروی ملی آمار انورا موکایوا کارمند آژانسی اموال غیرمنقول باور ندارد. با گفته این میانرو خانه ها در محله های نچندان معروف نورسلطان خریداری زیاد ندارند و یگانه راه برای فروش آنها ارزان کردن نرخ است. این خانه فروش میگوید نرخ خانه در بناهای نو واقعا بالا رفته است، زیرا قیمت مساله ساختمانی هم افزوده است. آنها وابسته به خرج و بودجه خود نرخ میگذارند. مبلغی که پیشتر آنها برای ساختمان جدا میکردند حالا کافی نیست. قبلا خانه با مساحت 33 متر مربع را از شرکت کامفورت پلوس 11 میلیون قزاقی خریدن ممکن بود. حالا با 17 میلیون منزل با مساحت 36 تا 40 متر مربع یافتن دشوار است. با بالاروی نرخ خانه ها اجاره آن هم گران شده است. در نیم سال اخیر نرخ اجاره در قزاقستان 20% افزوده است. قزاقستانی هایی که از جمع‌آوری پول برای خانه خسته شدند میگویند اکنون عملی شوی آرزوی دیرینه‌شان باز هم مشکل تر شد. حالا نرخ همه چی بالا رفته است. ثروتمندان بویتر میشوند و کمبغل ها باز هم نادارتر. نفقه پولی به چیزی نمیرسد. نرخ خانه هر سال نرخ بالا می رود. هر سال تقریبا تا 1 یا 2 میلیون قزاقی بالا می رود. واقعا گران شده است. مثلا در کاستانه من 60,000 می سپاریدم. اینجا 150,000 پول اجاره می دهند. زندگی گران شده ایستاده است. یک سبب بالاروی نرخ خانه را به برنامه دولتی ایپاتека ربط می‌دهند که برای خریدن خانه قرضی با امتیاز پیشنهاد می‌کند. این طلبات به خانه را بالا می‌برد، ولی دست کشیدن از این برنامه‌های دولتی هم به گفته متخصصان راهی حل نیست. اگر چنین تصمیم گرفته شود، بله نرخ‌ها ممکن است که پایین روند، اما این مشکلات دیگری را به میان می‌آورد. به دلیل تغییر یافتن نرخ بازار و بهره گرو، اکثر بانک و قرضداران زیر فشار سخت می‌مانند. گذشته از این چنین طرح طلبات به مساحت هر متر مربع را کم می‌کند و در مجموعه ساختمان به بحران دچار می‌شود. ولی به گفته این کارشناس خانه در قزاقستان به این نزدیکی‌ها ارزان نخواهد شد. و خبر کوتاه. سلام امام نظرов پسر امام نظرов از رهبران به اصطلاح غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان به 16 سال زندان محکوم شده است. یکی از پیوندانش گفت امام نظرов در دادگاه خود را بیگناه دانسته، اما به نزدیکانش گفته است شکایت نکنید، بیفایده است. مقامات درباره اتهام و حکم سلام امام نظرов شرح نمیدهند. پایان اخبار آزادی. خبر و عکس و ویدیوهای بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه آزادی و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام و توییتر پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار. خدا نگهدار.